بود نبود برادری بود و خواهری. برادر اند نام داشت، خواهر انگ. آنها به شهر کتاب کوچیده آمدند. شهر خانه‌های پست و بلند، کوچه‌های کوتاه و دراز، خیابان‌های گشاد و تنگ، درختان سبز و کبود و گل و گیاهای رنگارنگ داشت. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر گلگشت، هر درخت، هر گل، هر گیاه با یگان حرف مانند بود. شهر کتاب یک میدانچه الفبا داشت. اند و اند آن را تماشا کردن می‌خواستند. یک پگاهی در خانه را کسی کوفت. اند دویده در را گشود. در آستانه یک موی سفیدی را دیدند. جامه موی سفید پر از حرف بود. اند و انگ خرسند شدند. سلام بابا جان، مایم اند و انگ. شما ما را به تماشای میدان عجایب و افسانوی میبرید؟ البته میبرم. از دیدن میدان عجایب و افسانوی اند و انگ انگشت حیرت گزیدند. شهر کتاب شهر عجایبات است. عجایبات؟ بله، عجایبات. ما هم عجایب بوده میتوانیم بابا جان؟ البته میتوانید. ما هم هرچی ساخته میتوانیم. البته میتوانید، لیکن با یک شرط. چی شرط است بابا جان؟ شرط این است که اگر اند به چیزی تبدیل یابد، باید انگ نام آن را بگوید. اگر اند به چیزی تبدیل یابد، اند باید نام آن را بگوید. ما راضی. این طور باشد. سر کردیم. الف با اند را به نزد حرف ب برد و گفت: الف الف با منم الف با. ای انگ، آیا میدانی این چیست؟ این بند است بابا جان. آفرین. ب یو اند پیوند شدند، هر دویشان بند شدند. بابا جان، بند رو اند گردان، من او رو شدم پزمون. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الف با از بند جادو برا. چی لذت دارد چیزی نو ایجاد کردن. وقتمان خیلی تنگ است، حالا نوبت انگ است. ثانی انگ را به نزد حرف گ برد و گفت: الف الف با منم الف با. ای اند، آیا میدانی این چیست؟ این گنگ است بابا جان. دریا در هندوستان است. آفرین. گ یو اند پیوند شدند، هر دویشان گنگ شدند. بابا جان، گنگ رو باز انگ گردان، من او رو شدم پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الف با از بند جادو برا. چی لذتی دارد چیزی نو ایجاد کردن. سیرمان دل پسند است، حالا نوبت اند است. الف با اند را به نزد حرف ق برد، عصا بر زمین کوفت و گفت: الف الف با منم الف با. ای انگ، آیا میدانی این چیست؟ این قند است بابا جان، برایم دل پسند است.
آفرین. ق یوان پیوند شدند. هر دویشان قند شدند. بابا جان قند رو باز اند گردان من او رو شدم پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الیف با بابا از بند جادو برا. چی لذت دارد چیزی نو ایجاد کردن. وقتمان خیلی تنگ است، حالا نوبت انگ است. الف با بابا انگ را به نزد حرف ز برد، عصا بر زمین کوفت و گفت الیف الیف با بابا، منم الیف با بابا. ای اند، آیا میدانی این چیست؟ این زنگ است بابا جان. کارش جرنگ جرنگ است. آفرین. ز یو انگ پیوند شدند. هر دویشان زنگ شدند. بابا جان زنگ را باز انگ گردان من او را شدم پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الیف با بابا از بند جادو برا. چه لذتی دارد چیزی نو ایجاد کردن. سیرمان دل پسند است، حالا نوبت اند است. الف با بابا اند را به نزد حرف پ برد، عصا بر زمین کوفت و گفت الیف الیف با بابا، منم الیف با بابا. برنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نو برده رنج. ای انگ، آیا میدانی این چیست؟ بابا جان این پند است. خوب و دل پسند است. آفرین. پ یوان پیوند شدند. هر دویشان پند شدند. بابا جان اکنون پند رو اند گردان من شدم او رو پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الیف با بابا از بند جادو برا. چی لذت دارد چیزی نو ایجاد کردن. وقتمان جدا تنگ است، حالا نوبت انگ است. الف با بابا انگ را به نزد حرف این برد، عصا بر زمین کوفت و گفت الیف الیف با بابا، منم الیف با بابا. ای اند، آیا میدانی این چیست؟ این ننگ است بابا جان. ننگی وطنداری، ناموسی انسانی. آفرین. نه یو انگ پیوند شدند، هر دویشان ننگ شدند. بابا جان ننگ را باز انگ گردان من او را شدم پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا کی خواب؟ منم الیف با بابا از بند جادو برا. چی لذتی دارد چیزی نو ایجاد کردن. سیرمان دل پسند است، حالا نوبت اند است. الف با بابا اند را به نزد حرف چ برد، عصا بر زمین کوفت و گفت الیف الیف با بابا،
منم الف با بابا. انگ، آیا میدونی این چیست؟ بابا جان این چند است؟ برای من پسند است. آفرین. چه یوان پیوند شدند، هر دویشان چند شدند. بابا جان چند رو باز اند گردان؟ من شدم او رو پزمون. از سوال و الجواب بیدار هستی یا که خواب؟ منم الف با بابا، از بند جادو برا. چی لذت دارد چیزی نو ایجاد کردن؟ وقتمان خیلی تنگ است، حالا نوبت انگ است. الف با بابا انگ را به نزد حرف ایر برد. عصا بر زمین کوفت و گفت الف الف با بابا، منم الف با بابا. ان، آیا میدانی این چیست؟ این رنگ است، زیبایی زمین است بابا جان. عالم از آن رنگین است بابا جان. آفرین. ر و انگ پیوند شدند، هر دویشان رنگ شدند. بابا جان رنگ رو انگ گردان، من شدم او رو پزمان. از سوال و الجواب بیدار هستی یا که خواب؟ منم الف با بابا، از بند جادو برا. چی لذت دارد چیزی نو ایجاد کردن؟ روز هم بیگاه شد، در آسمان پیدا ماه شد. چی سان گذشتنی وقت را پی نبردیم. آفرین، همراه در دنیای عجایب و افسانوی کتاب سیر و گشت کردیم. بابا جان پگاه ما رو به تماشا میبره؟ البته میبرم. عجایبات این شهر آخر ندارد. اکنون شما بچه های عزیز با سیر و تماشای میدان عجایب و افسانوی برآمده سرگذشت انگ و اند و الف با بابا را دوام دهید. شاد باشید و نغز زکک خوانید.